خب بچه سلام. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری بول برینگ رو جا بزنید داخل براکت موتور. این الان موتور خراب بود. خب پیکنیک هم که میبینید روشنه برای داغ کردن، برای این روشی که میخوام بهتون بگم. شما اگر میخواید نگاه کنید، سری پیش گفتم بهتون که چجوری به این نتیجه برسید که قاباتون خرابه. حالا اینجا این موتور قاب تهش درسته، قاب سرش خراب بود. این بود قاب سرش، داخل سرجاش تکون میخورد. حالا این که در اومد هیچی، قاب سر. حالا یه دونه شما قاب سر لازم دارید و یه بول برینگ. قاب میذارید روی پیکنیکی که فقط برای جهت کارتون ازش استفاده میکنید و میذارید که قشنگ داغ بشه. داغش میکنید با این روشی که میگم. اصلا نیازی به دستگاه فرست نیست، میتونید خیلی راحت قاب بول برینگ رو جا بزنید. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال درام سرویس. اینجا با هم آموزش میدیم تعمیرات پکیج شوفاژ دیواری، کولر گازی، آب گرم کن، کولر آبی و پمپ آب. اینجا با همه کانال‌های آموزشی یه خورده فرق داره. چرا؟ چون من مستر سرویس اینجا مدرسم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگر دوست داری آموزش ببینی، بری تعمیر کنی، پول در بیاری، یا اینکه لوازم خودتو تعمیر کنی و پولشو که میخوای بدی تعمیرکار بذاری توی جیبت، حتما تو کانال ساب کن و عضو درام سرویس شو. لیتس گو، بزن بریم سراغ آموزش. بیزارید یه 2-3 دقیقه روی شعله باشه که قشنگ داغ بشه. چتریرم که اینجوری با دست بزنید پایین، با فشار برگرده بالا، اوکیه. قاب سر رو جا بزنید، یه دونه از پیچ‌های موتور رو بندازید سر جاش اینجوری و موتور رو برگردید. حالا اول بول برینگ رو جا میزنیم روی قاب، بعدش جا میزنیم روی روتور و روتور سر جاش میبندیم. خب بچه‌ها، همونطور که میبینید بول برینگ رفت داخل. خیلی راحت دیگه ضربه نمیبینه. انتقال میدید به فضای آزاد تا سریعتر سرد بشه. وقتی که بول برینگ رو جا زدید، یکم روتور رو چرک میکنیم و قاب رو میذارید و 2 تا قطعه اینجا شما استعمال لازم دارید. یک این آهن، 2 این. بفرم. خب موتور رو میارید و این تهش رو چرک میکنید اینجا رو.
محکم دو تا پیچ رو به روی همو که انداختید یکی در میون میشه. محکم سفتش کن تا قابو قشنگ بکشه. به این صورت جمع میشه. من کار دارم باید سریع برم. شما رو تا دیداری دیگر به خدای بزرگ میسپارم.